لابا شوکت برادر خب چای پولا بگی بیار. چی شد؟ چی خیل پول؟ 3 لیمون بیار بسته. تو در کجایی؟ در کازینو. آی شوکت انتظار شب آمده ایستادم لیکن این روز سخت پرسان میشم. با خدا که دامولا با کجا میرفته باشه؟ چی افتاده؟ زود از خپویش را؟ رفیقت کجا شد ها؟ برادر کمتر آروم شو. آماده ایستاده است. نام تو چی بود؟ شوکت اکا ای شما چی؟ کار تو چی؟ بین اگر این دفعه هم یگان حیله کرده ایستاده باشی قسم میخورم که تو را نابود میسازم. هیچ خیلی برادر ما را به چشم کم نبینه. 2-3 میلیون داریم خونه ده. منم انتظارم روز میوید. ها انا آمده. اساسگذاری همین قماربازی هم برادری من است. احتیاط باشه. رفیقی که پول می آورد همین است؟ بله. خوش آمدی اکا جان. خوش آمدی. السلام علیکم برادرم. و علیکم السلام. دومولا پول را آوردید انشالله؟ نه. پس برای خواندن نماز جنازه این برادر آمدید ها؟ گوش کنید برادرم، من درباره قمار معلومات دارم. در وقتش من هم کمی بازی کرده بودم. بعدم باشه توبه کردم. این رو پرداختم. شکر خدا. پس سر مسئله می‌آیم دومولا. از امر معروف سیر هسته. چیزی که میدونم این شوکت نامکار در قمار مغلوب شده. باز علاوه بر این قرضدار هم شده است. و فکرم میگویم این دفعه این برادر رو ببخشید. این برادر چی میگوید شما فقط؟ بخشیدن رو باز کردیم برادر با فکرم شما خطا فهمیدید. 1 دقیقه تان رو میگیرم. برادر اینجا بیا. تو چیکار کرده ایستاده ای؟ بشی خطشون بازی کن اخی. گوش کن شوکت، تا کی من از پشت تو قمار بازی کنم؟ ای بیا مونکه یا بار دیگه پول خیریه را بای دادم اومده بردی کو. آن پول خیر بود، مجبور بودم چیکار کنم؟ این همون چی فرق داره؟ این دفعه ما رو نجات میدی. اینها رو چه خیلی نگاه دارن. در تکشون همش پیستوله دارن. تو با اونها چیکار داری اینجا؟ چرا قمار بازی میکنی؟ عقلتو خوردی ها؟ اینجا چی گپ است؟ اینها کی هستن؟ سردار این آدم در بازی قمار 50,000 قرضدار شد. یک رفیقم آمده پرداخت میکند گفت. این دومولو هم با جای پول امر معروف دارد. امر معروف؟ دومولا ما نسبت دین حرمت زیاد داریم و قرض قمار هم قرض ناموس است. من همین رو نفهمیدم جناب. قرض قمار قرض ناموس است گفته دوام داده ایستاده اید. از قمار دیده کار بی‌ناموسی دیگر نیست. این را چخیل میفهمید؟ دومولا تو را پسندیدم. آدمی استوار بوده ای. همین خیل. اما در دنیای ما عادت همین خیل است. اگر من حاضر از این احمق قرضم را نگیرم، اگر جزایی در کاری را ندهم، گپ‌ها می شود. بس چه خواهد شد؟ مانند این یک احمق دیگر می آید، من هم قرضم را نمی پردازم بگوید. پس این خیل نمی شود. یعنی این احمق قرضش را می پردازد. قرض تنها اراده خواهشی کس باشد قرض می شود. در قمار قرض نمی شود. یعنی چه خیل؟ این خیل فهمانم. سردار این برای پوشاندن قرضش امر معروف دارد. به خدا اصول اول جناب. خاموش! تو چه درباره یک دومولو این خیل گپ میزنی ها؟ با کجا رسیده بودیم دومولو؟ بینه جناب این خیل میفهمونم. 2 نفر وقتی که با آیله دار شدن قرار میدهند با اراده و روزگی خودشون آیله دار میشوند. البته. اما در قمار این خیل نیست. آخر ما هم به میز قمار مجبوری نمیشینانیم. خودش با رازگی خودش نشسته بازی کرده میخیزه. لیکن وقتی که مغلوب میشود با خواست خودش مغلوب نمیشود. دومولا پس بازی نکند. اگر مغلوب شدنش را داند انیق بازی نمیکند. چی گفتن میخواهید نفهمیدم. گوش کن برادری عزیز، یعنی دینمون قرض قمار را همچون قرض قبول ندارد. حکم همین است. آخر قمار بازی کردن کاری خوب نیست. اما امروز در این باره گپ نمیزنیم. مسئله دیگر است. در قرض قمار با اون پولی که روزگی نیست حکم قرض را نمیگیره. این خیلی چیز ناممکن است. تو از دامولا خوبتر میدانی ها؟ نجی هم آمد. اینجا تو نمیرسیدی. دامولا چخل زیدین برا داری ها؟ استغفرالله. ماشاءالله بسیار عالی جناب هستی. در حیاتم اولین بار با این خیل دامولا روبرو میشم. نه برادر. نجی اگر دومولا اینقدر پسندت آمده باشه
برای مسئله در بینمان بوده حاکم شود. او چیزی گوید و حکمی برآورده‌اش راضیم. مانند جوانمرد تو هم راضی هستی؟ با خدا داملو چیزی گوید من راضی هستم. چشمانم را پوشیده امضا میگذارم. نجی تو چی گفته ایستاده ای؟ آخر من تکلیف کردم. اگر تکلیف را رعایت نکنی نابودت میکنم. تو کی را نابود میکنی؟ حاضر ببینی. جناب آخر نسبت یکدیگر این خیلی دلشکسته نباشید، آروم باشید. ای برادر ما بپرونه همدیگر ما خلاص شویم. از راستی خرسندم مانند شما عالی را یافته این. این خصومت در بین ما بوده را با اخی رسانه میگویم، با شیرینی رسانه. ما چی گفتید؟ بله داملو، ما دو طرف دایم این خیلی خونریزی کرده میگردیم. شما به ما کمک کرده این را حل کنید. عجبا مسئله چی است؟ قرض قمار؟ نه داملو، از قمار بدتر مسئله زمین هست. ما خودمان حل کرده نتوانستیم. بله داملو. مایلش ما هم آخر کمک میکنیم. یک کار کنید شما سلاح ها رو پایان فرارید. میفراریم داملو، میفراریم. پایان کنید. داملوزیا در اینجا چی میکوبد سلین؟ به خدا زورو جان من هم نفهمیدم. این آدمونی در نزد در بوده کیم چه خیل؟ مانندی چی؟ یعنی مانندی جاسوس. اقلا سرش رو به یکون بلو گرفتار نکند. داملو، مسئله عیناً چی خیلی که فهماندم. حالا شما گویید این زمین از آن ماست یا این که از آن آنهاست؟ با خدا جنابان من شما را نمیشناسم. هر چیزی باشد همان را میگویم. خفگی و جنجال نکنید. گپ نیست داملو. استغفرالله داملو، چیزی گوید همون؟ جنابان معلوم که این زمین به هر دوی شما بخیر نبوده است. فهمیدید؟ از سببی که از این دنیا با اون دنیا برده آن را نمیتوانید. یعنی وقتی که از این دنیا میروید کاری ثواب کرده روید. به فکر من مایلشو این را چخیل میکنید داملو؟ با خدا بسیار آسان است. شما این زمین رو خیر میکنید و بیچارگان میبخشید. نجی ما این رو چخیل فکر نکردیم ها؟ درست گفتی داملو، من راضیم. نجی تو راضی باشی من هم راضیم. خیر نباشد دستورناتون رو دراز کرده با یکدیگر و شب دیگر جنجال نکنید. برادرم آفرین باشم. خدا راضی باشد. هیچ گپ نه. داملو تشکر ازی. استغفرالله استغفرالله. این برادر من است. نه دیگر طاقت کردن نمیتونم. رفته با داملوزیا گپ میزنم. سفسطه نگوی. زورو آدمان رو نمیبینی؟ باز چقدر انتظار شویم؟ بین زیان نبرآمده ایستاده است. پس نباشد بدتر گپ میزنیم عزیزم. بعد گرد زدن نمیتوانم عزیزم، چون به خونه میروم بابایم باز پرس و پاس میکند. نه من حاضر گپ میزنم. این زورو به کجا میروی؟ زورو به کجا میروی؟ جنابان چون مسئله رو حل کردیم اکنون با ما اجازه. نه مگر این خیلی میشود. اصلا نمیگذارم که روید. مهمانی من میشود. نباشد خوابم نمیبرد. آهسته داملو امشب مهمانی من میشود. این خیلی نکنه جنابان. چی گفته ایستاده نجی؟ داملو امشب مهمانی من میشود. تو هم حدت را بدان. تو کی هستی که به من حدم را نشان میدی احمق؟ آی نجی تو کی را احمق میگی؟ تو را گفتم نشان میدم. جنابان نیستید آخر شما را نه آواشته کناندم. بله حکا جان اینها هیچ آرام نمیستنده. زوزه در اینجا چی میکنم؟ از کجا دانمی؟ باز میگویی که دختر ما را دوست نمیداره. بین بیچاره خودش رو بین تیر تفنگ پرداخت. خاموش. از آسمان ماه پیکر رفتید. من در تو مورم. نترس باید تو را ناراحت نمی کنیم. حاضر من به شما نشان میدیم. از پایشون دانید
برادر شما با اون طرف روید من با این طرف کجا میروی به عقل؟ شما برسید من از این زور دارم رفتم زود باش زودتر دابلا آن آدم ها کی بوده؟ ایمان از کجا دونم مسئله زمین داشتن داور بودن من رو خواستن شما چیکار میکنید با رخزن و ابوشو؟ من کار ندارم برای شوکت آمدم تو در اینجا چی میخوری؟ من هم برای شما آمدم زود باش تو اینکه انگشتری رو به دستتون اندازم خیلی انگشتری این خدم یک رو بر آمدی تو شما یک روید زود آنها را دستگیر کرده اینجا بیارید تو نیامید به این کنایه اگه اونا دیگه بود جواب ده یا خدا تلفن سردارم است سردارم در کجاست خانم سله زنگ زدی شده است خانم سله من لوین خوب است تصادف رو بینید من هم به شما زنگ زننی بودم دل به دل نزدیک بود است لوین سفسطوگی رو بس کن مرا گوش کن سری دومولوزیا و زهرو در بغان آدمانی شبهندوگ است پسشون زود کمک کن زود بله البته مایلش زود سروغه رو میدی هم نویس بگو مایلش من سروغه رو نوشتم خانم سله شما هیچ خواطر نشوید وحیما نکنید ما در مدت کوتاه در جای حادثه حاضر میشیم سردارم اونا در کجا باشه جواب خانم سلین بسیار وایما کرد ترسیده است چی وقتی که میترسد عزیزی دلم باز هم شیرین تر میشود لوین خطا با دست بگی خانم زهرا کمتر تیزتر روی زودتر پاشنم شکست این خیلی بیده نمیتونم پاشنه سازتون رو بردارید چی؟ پاشنه سازتون رو بردارید چیکار بکنی؟ شما حالا دو ابوشو آشتی کرده ایستاده بودید؟ که مگر حالا جای همان است بله جایش است از آنه که دیگران رو آشتی میکنید با من آشتی شوید خوبتر نیست مگر؟ باز با اول برگشتیم بله رفتیم زودتر آقا برای میرویم شما چی خیل زدید اون آدم رو؟ من در وقتی کودکیم کاراته مشق کرده بودم میدونم ماشاءالله چیزی نمیدانستگی تو نبوده است نیست کمی زودتر دوید دستم رو نتو دیدی؟ خدا دیگر دردها رو ندیخد چی اشاره کردنی هستی؟ هیچ اشاره کردنی نیست کردنی بله هستی؟ کرده ایستادم شما همه را عذاب دادید من هیچ چیز نکردم اینها در کجا انده؟ من به این طرف اومدم خانم سلین خوب است همش خوب است یکون چیز نشده است به شما ای چی کار میکنی؟ خوب است ده همش خوب است دستتون یخ باری چی کار میکنی؟ تنها آمدی آدمون در کجا است؟ پراکنده لشکر نآید بکار یک لویتی جنگی به 100,000 کنی معلومات ده خیلی معلومات تو به عقل است راست میگوید خانم سلین خیلی ما میلیسته که هستیم از دهنی ما هر خیلی گپا میبروید خیلی مرحمت یک به یک نقل کنه یعنی درباره حادثه از شما معلوماتی واسه میخوام مثلا در روز حادثه لوین تو ما رو با همین تفتیشاتی پلیسیت دیوانه میکنی به عقل هستی مگر سری دامولوزیا و زهرو در خطر سفسطه نبود رفته آنها رو نجات ده تمام میلش خانم سلین شما در اینجا آرامانه انتظار شده استید من حالا اون آدما رو نابود ساخته به اینجا میآیم انتظار شوید من کم تا پس میآیم خانم سلین بعد از نابود ساختن آن دشمنان سر یک کلچه صحبت میکنیم خدایا توبه دوستت بدارم بیرم رفتن زود بیا تمام انا میدوم رفتم دو هرچی زودتر آنها رو نجات ده کمی زود باشه خانم
خانم زهرا شینید زود با ماشین شینید. خانم زهرا این رو دارید. شما این رو چی کردید؟ چرا؟ اول در ماشین رو بیکالید کشودید، بعد ماشین رو به حرکت در آوردید. بله این دیسکادر. چی؟ یعنی نگوید که دیسکادر رو نشنیدم. این شبکه مشهوری فیلم های حجتی هست. البته که او رو میدوند. من علاقمندیش رو با این کار نفهمیدم. چی؟ در اونجا یک فیلم حجتی هست دنیای گناهکاران هر هفته تماشا میکنم از همین سبب. یعنی از فیلم آموختید ها؟ قوه بینیشم بسیار استوار است زود ثبت میکنم. البته شما برای نجات ذوق سیاه رو انتظار بودید چون من برآمدم سورپرایز شد. سخت داره. در آن وقت هیچ کس به هیچ کس حیله نمیکرد. این خیل نبود، جوانمردی بود. جوانمردی پسر، این خیل دستبرداری و دستک زنی نبود. یگان مسئله میداشتی روبرویش میبرآمدی مانند جوانمرد با طوری خوب مسئله را حل میکردی. در حقیقت آن زمان ها حقیقت بود. خونم در جوش از خونم. یگان جوانمردی نبود که به چشمان من نگرد به خدا. اکا کنون چی گپ است ها؟ اکا حیات داملوزیا و فوتیه شدنش در خطر است. التماس آنها را نجات دهید. التماس. تو چی میگویی؟ دیوید چه شد؟ آن رو دیدی؟ ندیدم لیکن ترسودم. از من بسیار ترسیدن. خانم زهرا با یک ماشین نشسته رفت. شما در دوری بودید اما رقم ماشین رو ندیدید. من فکرم دیدید ها؟ ماشین رو از دست دادی. حالا باشد رقمهایش رو از من میپرسی. ای تو چه خیل پلیس هستی ها؟ چه خیل پلیس هستی ها؟ کلی به من فهمون؟ آخه من در شبیه اونقدر خوب نمیبینم معلوم، لیکن در روزان همین خیل میدوم که حسین بارت همین خیل نمیدوم. سختی بد میدوم. ای خدایا به من صبر ده نباشد این آدم رو میکشم. مایلش آرام باشه خودتون رو به دست بگیرید. چه خیلی که میبینید عملیات با آخر رسید. بیا کنون سر یک پیاله صحبت کنید. کلا برم. خانم سلیم با کجا میروید؟ تاریک است ایستید نروید خانم سلیم. دوملو لطفاً این انگشتری رو به دستتون اندازید با من آشتی شوید. خانم زهرا حالا مگر جای انگشترین است؟ بله جایش. کنی اندازید. خانم زهرا نمیاندازم مجبورم. بله مجبور میکنم. خانم زهرا مجبور گفتم. خانم زهرا ایسی صدمه میکنه ای صدمه کنید کردن گیرید بساسه. نمیاندازم گفتم نمیاندازم. اندازید گفتم. نمیاندازم. التماس آرام شد. ای بچو شما مگر دیوانه اید ها؟ دیوانه اید ها؟ مانند داملوزیا یک آدمی محترم را تعقیب کردن چی مانا دارد ها؟ اکا داملا سردار ما را به سر زد. چی؟ داملوزیا؟ هیچ حیران نشدم اکا. بله اکا. ای بچه معلوم که یگان کاری ناجا کرده اید که داملوزیا هم آن خیل رفتار کرده است. داملوزیا حتی مرچه را آزار نمیدید. به خدا هیچ این خیل نمی نمود اکا. چی می نموده؟ بخشش اکای کنون بین گپ در آمدم اما در بین شیفای آنها یک خصومت بوده است. داملوزیا آنها را آشتی کننده ایستاده بود که ینگه زهرا ای کجا اومد ما هم نمیدونیم از کجا اومد. در حال بین خودشان مناقشه و داد و فیغان کردن. دروغ است. بعد داملوزیا چیکار کرد؟ طاقت نکرده به سرشان زد. اباشه در پیش عروس جنگ کنن چه خیلی میشه؟ میسیم خیر. آی با من نگرید. رفته با آن سردارتون گوید اگر یک طوری موی داملوزیا ضرر بیند شما بیشرف را نابود میسازم. کنی گم شوید از اینجا. فهمیدم اکا. تمام شوید. داملوزیا هم به این خیل کارها دست میزد است. داملوی جسوری منی. کی زنگ زدن؟ زفر انزورا. الو عزیزم چی خیلی؟ سلین ما خوب هستیم. خواتین شب به خونه برگشته استادم. من به تو بعد زنگ میزنم. مایلش خیلی بای. مایلش عزیزم. شکری خدا که خوب هستند. ای مبارک باشد خانم سلیم. شما هم بسیار خواطر شدید اما من به شما گفتم که هیچ چیز نمیشود. داملا با او تومار داده است. تو کمی خاموش بودم میتوانی؟
خانم سلین همه شلکه به خوبی انجام میاد. اکنون رفته براحت نشسته چای ما رو نوشیده میتوانیم. در همین نزدیکی یک قهوه‌خانه است. در نزدیکی خودم را هیچ راحت حس نمیکنم لیوین جون. لیوین جون مرا لیوین جونم گفت. من جان هستم. هم نسبت من بیگانه نیست. او با کجا رفت؟ من حالا چیکار میکنم؟ اگر شما در انداختن این انگشترین یک روی کنید، من در برآوردن این انگشترین یک روی میکنم. فهمون؟ احتیاط کنید خانم زهرا، زمین کفل است. لرزیده نفته. من رفتم ماشین رو با جایش گذارم. به شما شدی خوش. تشکری زیاد. خیلی یک کفسی. زهرا از دامولوزیا یگان خبر هست؟ به فکرم یک دو روز بعد می آید. به فکرم می آید. شما گپ نمیزنید؟ مگر گپ نمیزنیم بابا جان، لیکن او بسیار بند است. فاتحه شده های نو جدا موندنده؟ متاسفانه میخیل شدینگه. لیکن چیزی که نباشد شما به یک دیگر وقت یابید. چون شما جدا باشید من ناراحت میشوم. خدا شما را جدا نکند. آمین بابا جان. این چه علاقه دارد؟ من دیروز دامولوزیو را در محله دیده بودم. وای در سمینار نیست اخی؟ همین خیلی میدونم برای دفترش رو گرفتن آمده بود. فهمم. اینها انیک جنگ کردن. این شما فاتحهشان و ایران نمیشه. اپا کمی دیگر نمیگیری؟ زهرا اپات را چی گفتی که گریه دارد؟ هیچ چیز نگفتم بابا جان. شربتش تموم شد، کمی دیگر نمیگیری گفتم. پریشان خاطر است بود از همین سبب. من هم غمگین شدم. من اپای حله رو بینم. ایست. من خودم با اپام گپ میزنم. من فهمیدم که جدا میشود. این حالت ها از همان سبب میباشد. 3-4 روز همین خیلی مشکلی میکشد بعد میگذرد. زهرا چی؟ زهرا جان التماس این قهرگی ما رو یرانوک میکند. سمی التماس گپ زدن نمیخواهم. مایلش خطاگیم رو فهمیدم. از دامولوزیا هم عذر میپرسم وعده میدهم. اما لطفا با من مانند بیگانگون رفتار نکن. من بسیار ناراحت میشم. خب مالش بعد گپ میزنیم. دروید. اپا جان چی شد؟ چرا گریه میکنی؟ از پشت یزنه؟ اگر بسیار یاد کرده باشی به خانه برگرد. مهم تو خود چی فکر داری؟ فکر دیگران مهم نیست. نه زهرا برگشته نمیتوانم. چرا؟ اون البومش قایی که اونش و میخورد. نه عزیزم، یزنه اونال این خیلی کار نمیکنه. آخر من با چشمانی خودم دیدم او دختر را با شوبه به کار گرفته است. من از او جدا میشوم. چی دیدی؟ نه زهرا، من این قرارم رو دادم و پس نمیگردم. تمام شد. من آخر خودم را فکر نمی کنم. کی رو فکر میکنی؟ من زهرا لطفاً مرا تنها گذار. خواهش میکنم. مالش چه زیبا. بیا
سردارم شما از مغازه شیرینی ها شیرینی گرم باز در برکش چای گرم که کردم با اشتای تام. تشکر. ببین با ینگه توفه گرفتم معقول میشده باشه. سردارم یک بار بینم بر گپ میزنم کنی؟ نه پسرم باز شش نکنی. این رو به حالش خیلی هم با دست یکم کس روان کنم. اگر با دست آقای اکرم افتاد به حال نمیده. سردارم اگر خواهید برده میرسانم. تو به حالی رسانده میتوانی؟ شما هیچ خاطر نباشید به من باور کنید. من ندارم لوینت. شوکت برادر تو این خماری بلازده رو نپرتافتی ها؟ با آنها سر و کار میگیریم شوکت. آخر خودمون بسیار کمبودی داریم. از یک طرف دکتری عشق شدیم متخصصی مناسبت زن و شوهر رو. دامولا زیادالله. آقای سمی معلوم که سمینار علمیتون با خیر رسیده. شما رو دیدن سورپرایز شد. با خیرش؟ چه سمینار؟ زهرا گفت که سمینار علمی داشتید. بله درست سمینار علمی داشتیم. تمام شد اکنون در اینجاییم. دامالا من از شما برای ناکامی خوراک شام گذشته اوزت پرسیدن میخواهم. آره با چه حیله را پیش گرفتی؟ آخر من برای بخطری کاری زهرا آنخیل گفتم اما با فکرم برای آشتی شدن شما سبب میشود. نه برادر مناسبت ما بس خوب است. خیلی خوب است. تو مرا فریب نکن زیادالله. همین خیل من بسیار خوشحال شدم. آقای سمی برای شما چی شد؟ این مهم نیست، یعنی چون اگر یک دختر رو از دست آدمانی مست نجات دهید این خیلی ضررها میبینید. بیامان رو خدا شفا ده. حالا مش نخورده از بین چیزی پیسند شما. سلامت باشه. تشکر زیاد. تو بازدید. روزهای خوش. روزی خوش شما باید. بچه اون میشت لغت میزی بیزای تنکی. دیدی؟ شوکت کلاس خرایی خیلی بزاره. مرا گوش کن. من او رو خوب زدم. شما رو برای زدن تو مبارک گوش شوی. زود خرسند نشو. پیش در حالا با تو حساب کتاب میکنیم. رفتیم برادر ما تو گفته بازی کردیم. خمر بازی میکنه. سلین من با بابایم جدا شدنم رو چخیر میگویم. خدا نگاه دارد. با خدا که او را میکشم. ای خدا نگاه دارد. دیدی چخیر به او مجبور بودنم را دانستم مرا در نیمی راه میپرتوید. او حقی با من چنین رفتار کردن رو ندارد. مایلش زورو جان کمی آرام شو. آخر دامولوزیا حالا بسیار عصبی است. از روی همین خیلی رفتار میکند. کمی آرام شود بعد میبینیم چی گپ میشد. با خدا. نه من با زنگ زده با او گپ میزنم. ببینیم کمی عصبی شود. کمتر شما غمگین شوید. زهرا مرا به چی حال آوردی؟ رسوا و شرمنده شدیم. حالم رو بین. جواب نمیدی حسین. با من گپ زدن نمیخواهد. اکنون من چی کار میکنم؟ اگر جواب ندهد نویس. چی کار میکنی؟ نویس میگویم. مکتوب نویس. بخشش پرس. چی دانم؟ بگو که دیگر خطا نمیکنی. این مراتبه آخران بود. به خدا قندت نزن. وقتی گپ زدن او را قانع کردن نمیتوانی. اقلا مکتوب نویس به دامولوزیو. همین مکتوب نمیرسه سلین جان. با ایمیل گپ میزنم. زهرا تو گفته مرا بکن. حتی مکتوب کمی حسیاتی و تاثیر بخش باشد. اگر در بالای مکتوب یک دو قطره اشک چشم ریزانی به خدا بسیار خوب میشود. زهرا نخند و مکتوب رو نویس. بین سیبل گفتنی دختر دامولوزیو رو از دستت میگیرد و میمونی. نگفتی نگو. خب میرش کاغذ قلم گیرم نباشه. کنی از آنجا ده. نه تو همین خیلی خنده ایست. تمام سلین جان مکتوب رو نویسم و خیر ده.
رو هم گیرم. خوب که در مغازه شیرینی ها نبود، در نزد سیوا مکتوب رو به دنبالازیو به مشکلی میدادم. بیا مسجد رو بینیم. مکتوب رو گرفتی هم در گرفتم با من است. سلام علیک خانم سلین. ها همین تو نمیرسیدی. ساز هستی؟ خوبم. ها نگفتنمون خانم زورا برای فوتیتون تبریک کردن نتوانستم. در حقیقت بسیار فوتیه خوب بود. رحمتی کلان. بخیر است. تو چرا به اینجا اومدی؟ سردارم اونا برای ینگه حل یک هدیه گرفته است. من برای دادن رفته ایستادم. اگر خواهید من دیهم. با خدا ای تشکری زیاد. مرحمت گیرید. کم پیر شوید. سلام علیکم. تشکر عزیزم. اوه اتسازنی و شبینه. رفتیم. ها؟ رزی خوش. دخترها خانم سلیم به من مکتوب پرتو. این مکتوب است. خانم سلیم چرا با من مکتوب نوشت؟ البته نسبت من حسیاتش رو گفته نمیتونم. مرا اونقدر پسند. حالا باشه عشقش رو با من بیان میکنم. ای بسا رومانتیکی رنگ کنایه امی تخت بچه قسم میخورم این خانم سلیم بسیار دختری رومانتیکی است. با من مکتوب نوشته است. دل را نگاهی تو دیوانه میکنم. मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है मेरी बस ये चाहत है तो क्या कहोगी دمونازیو بخیر است خانمان با نماز آمده. شما مرا مسخره دارید؟ استغفرالله. سلام علیکم. دمولا شما با من واخورده نمیخواهید کو؟ این رو میدونم. حالا من به شما یک چیز میدهم بعد میخونید. سلین جان به من ده اون در فکر کو. نیست در همینجا بود. سلین نیست. اوف سلینی خانمان با من اجازه ده جماعت مرا انتظار است. چیکار کنم؟ آفرین جونم آخی رفتیده است. رفتیده بوده است. السلام. از من این خیلی مکتوب انتظار نبودن تو رو میدونم، اما با من دیگر فرصت نداده. هر وقتی که گپ زدی شویم جمع میکنیم. از اون گپ زنی نبار آمدیم. یک دیگرمون رو هیچ نفهمیدیم، خصوصا حادثه های آخرین. چون خودم رو با جای شما گذارم من هم میبودم دل شکسته میشدم. ما علکه به یک را در آمدیم. عاقبت این رو ما هر دومون میدونیم که عائله داری است. از شما او عذر میپرسم. تمام رنجاندگی هایم رو فراموش کنید. امشب به زیر بالکن من بیایید تا با هم صحبت کنیم عزیزم. سلت مرا دوست می‌دارد. خدا جان سلت مرا دوست می‌دارد. مادر جان من میروم. با بیمارخانه رفتنم در کار. دخترم در این شبی با کجا میروی؟ صبح شود و بر وقتی رفته کارهایت را میکنی. یک چند دورو فرمایش داده بودم، رفته اونها رو قبول میکنم مادر جان. در اینجا در مغازه هم کار هست. اگر البته دکتر باشی دیگر است. من کی از کار گریخته بودم سیوا؟ ها؟ علاوه بر اون که اینقدر سرکار هستم به شما کمک میکنم، تو این رو نمیبینی؟ البته که میکنی بتول، البته که میکنی. اینجا مکانی نان یافتنی ما از سالهای دراز اینجا ما رو مگه نخورون. سیوا اپا شب خوش ما هم مانده شده. مایلش هر دویتون برایید من حل میکنم. روید. من امشب در بیمارخانه میمونم، شما خاطر نشوید. دخترم سیوا تو بسیار بتول رو کار میگیری. از برای خدا این خیل نکن. آخر دختر اکم رو میوبم گفته خودش رو محو کرد. آنقدر پوشیده زندگی میکند که گویا که ما در اینجا قرار نداریم. آخر درد دختر به خودش بسنده است. باز این مغازه رو فکر کنه. آخر او دکتر است. با کمکی او کار مغازه پیش نمیرود. آخر کاش که این خیل نمیگفتم. او هم زود رنجیده رفت. امشب در بیمارخانه میمونم گفتم. بله این خیل گفت. شوکت تو یکان چیز خورده ایست، من نزد بیتول میروم. مالش برادر گم نیست. یک چای جگری دم کن.
شب بخیر افا. شب بخیر، خوش آمدید. خوش باشید. چای بیار جانم. خانم بتول دامولا با مغازاتان رفته بودم. فکر میکنم بین شما و خانم سوال مفاهمه شده است. او به اینجا آمدنتان رو خواست؟ نه، من وقتی با خانم و برا گپ زدنشون یعنی هنگام گفتگو کردنشون گوش کردم. به اینجا آمدنتان رو شنیدم. شاید رنج دید گفته تنها نگذارم گفتم. اما اگر ناراحت کرده ایستاده باشم میروم. نه استغفرالله، این خیلی نگوید. تشکر زیاد، بسیار خوب فکر کردید. خانم سوال بسیار پشیمان بود. وقتای اخیر من هم کمی حسیاتیم. به فکرم بعضا با او خیلی جنگ میکنم، اما در حقیقت این حال بسیار به احساسات داده شدم. در هر عائله این خیلی چیزها میشود. چی دانم در بین جنگ میکنید که هنگام آشتی شدن این کار مزه دیه، نه؟ نمیدانم، همین خیلی؟ البته همین خیلی. اما چی خوش با شما که بعد از جنگ کردن یعنی 5 دقیقه بعد باشد حتی عائله دارید که دخترمون رو رنج نمیگویم. میگویم که درخت بی برگ نمیشه. فرزند آدم باشد بی عائله. درست. چقدر زیبا گفتید. چی شد؟ پریشان شدید؟ چون نایلا گفتید به فکرم اکم اومد. عجبا او هم عائله داشته باشد. البته عائله دارد. دارد؟ شما هستید کو؟ دامالا ما بسیار خوب بودیم، یعنی در کودکیمون از یکدیگر جدا شدیم. دیگر هیچ یکدیگرمون را نیافتیم. در کجای حیاتی او هستم نمیدونم که شاید من رو فکر نمیکردم، شاید در خاطرش نمیومده باشم. در همه جای حیاتم هستی خواهر جانم. یک لحظه از خاطرم نمیبری. لحظه نیست که تو رو فکر نکنم. مگر این خیلی میشود خانم بتون؟ یعنی شما چه خیلی که اکاتون رو فکر میکنید، باور کنید که او هم شما رو فکر میکند. شما رو چه خیلی که جستجو میکنید، او هم شما رو جستجو داره. با من باور کنید اکاتون میآید، شما رو میآورد. خواهر من گفته شما رو آغوش میکند. انشالله دامالا، انشالله. اما خواهرم در روبرویم ایستاده است. من با تو اکاد میباشم گفته آغوش کردن نمیتوانم. خدایا تو چی کار میکنی؟ بچه چی کار میکنی؟ عطر رو تمام کردی؟ پول داد خریدی؟ سردارم امشب بسیار شبی مهم است. فکر میکنم که دوخیش ما امشب در خدمت است. او با کجا؟ سردارم سیلین جان مرا دوست داشته است. سیلین؟ با من مکتوب عاشقی داد. پسرم چه خیلی مکتوب؟ مرا گوش کن. باز یگان بیعقلی کرده دختر رو نرنجانی. سردارم این خیلی نیست. با من اسیاتش آشکار کرد خانم سیلین. با من مکتوب نوشته. سیلین به تو مکتوب نوشت؟ ولی هم باورت نامده است. آخر شما همیشه جنجال میکنه. سردارم از همه عشقای بزرگ با جنگ آغاز میشود. سردارم شاید من کمی وهمه کرده استم، اما یکی وهمه راست میآید. شاید که خدا هر دیم رو با هم رساند. تو این رو گذارو به من گوی که هدیه رو به حلی دادی؟ دادم. نه خان زورا رو دیدم با او دادم، با او میدید. خوب سردارم امشب من نمیام، امشب من سویده نمیرم. در یخدان یک تلیکه آش است، اگر گرسنه بودی گرم کنه خوری. خیر من رفتم. سورپریز به تو هدیه آمده است. از کی؟ از نای اونالا. به فکرم هدیه عذر پرسی. ای نمیخوام، پرتو رود. ملش
یکی کنی ده بینم چی بود است بعد میپرتونیم. های محقول شد بسیار زیبا اپا جان. میشه اونقدر بد نیست انا گیر. یزنم خط نوشته است. پرتو رود اونال چی نوشته میتواند؟ مدش یک نظر کنیم. ای عجبا چی نوشته است؟ عجبا چی نوشته است آقای اونال؟ ده بینم بعد پورا کرده میپرتویی. سرویناز رو من به شوبه نگرفتم. به اینجا تعیین شده است. من گناه ندارم. زن یگانه روح و قلب و دل من تنها تو هستی. دویم همین خیلی میشه. من نگفته بودم به تو. چی فکر داری؟ نمیدونم زهرا، نمیدونم. گوش کن عزیزکم، تو حالا با ازدواج راضی شدی کن. بسیار خوب فکر کن میلش. وقتی با دو ملازی اویله‌دار شدنت خوب فکر کن. یعنی همه چیز رو سنجیده و دیده برو. التماس با احتیاط باش. اویله‌داری بازیچه نیست. بسیار چیزی مشکل است. خواهش میکنم. استاد اوف بله هجری. یک سوال دارم استاد. بپرس. استاد انا خداوند قدرت دارد که نگذارد هیچ کس به هیچ کس بدی کند؟ بله هجری. خیر نباشد گناه شخصی که بدی میکند چیست؟ از آنی که خدا اجازه داده است این در تقدیر او در پیشونیش باشد ما او رو چه خیل گناهکار کرده میتوانیم استاد؟ حالا هجری با تو این خیلی فهمانم. مثلا آمده این سوال رو از من پرسیدنت رو خدا خواست. این خواست خدا است اما امر خدا نیست. اگر تو میخواستی این سوال رو از من نپرسی میگذشت، اما پرسیدی این تقدیری من شد. فهمیدی؟ استاد نوشتم اما نفهمیدم. البته وقتی نوشتن نفهمیدی. پس این خیلی فهمانم. از من سوال پرسیدنت رو از سبب نوشتن خدا آمده سوال رو نپرسیدی. خداوند از سبب آمده سوال رو از من پرسیدن نوشت. حالا فهمیدی؟ استاد این رو فهمیدم و انا من آمده از شما سوال پرسیدم من بدی کردم. این رو نفهمیدم استاد. هجری آخر قسم مشکلش رو فهمیدی. تمام اون طرفش رو گذار. نفهمی هم میشود. یعنی مهم نیست. رو خدا از شما راضی باشد استاد. از تو هم راضی باشد. رو باز تو به مغازه شیرینی ها میرم. چخیل مغازه عقلتو خوردی. وقتی با تو گذراندن ندارم. برای خوب شدن مناسبت با بوتیا شده کمک میکنم. خدای توبه این کودک چی میگوید؟ او رو سخت رنجاندم. رفته عذر پرسم. بسیار خوب میشود جانم. به تو ما رو ببخش جانکم. ما رو هم ببخش عزیزم. مادر عزیزم. برادر گوش کن. در این خانه بابای اکرم چه زور بود. آوازی همون گرم کنه. رنگی آوازی بلبل بود. پایمو دراز میکردیم. خوب میکردیم. چه زور بودن. با خدا من از پشت خورست تو آن آوازها رو هیچ نشنیدم شوکت. جوره آن روزهای خوش دیگر در خوابم میبینم. همش از پشت تو برباد رفت. برادر همون توفاقی که در تویتون کردن کو کجا شدن؟ در دست هستن؟ در همان جایم. چیکار میکنی؟ میگم بریم بگیریم شام. شوکت با آنها دست نمیرسونی. از سرت دور کن. فهمیدی؟ یا خدای اباشه چی گپ شد برادر؟ دلو سیخ زد. چی گپ شد؟ نه داد نزن. باید با اونجا رویم. مجلم. چی شد؟ کلاس جان باز به خونه چمون برمیگرده. زندگی به زهرا چون گور تاریک بود است. ای شوکت تو دیوانه هستی. خانه دفتر رو فراموش کردم. باید اون رو گیرم. دفتری دوملوزیو. هم پیشکای گرم کنه کم قتل بدز بیاد. فهمیدی کلاس؟
خانه کم نشد خانه خدا میرم. دامولازیو سلین التماس بس هست اکنونه نامش رو حتی شنیدن نمیخواهم. در دنیا این خیلی انسانی یک رفت رو ندیدم. اومد. سلین چی اومد؟ به کجا اومد؟ چی گفته صدایی؟ زهرا دامولازیو اومد میگویم یک نگاه کن. دامولازیو ای پشیمون شد از به فکرم. به هر حال برگشت. چه عوض شد کی؟ عجب و مکتوب رو یافته باشد. شاید سلین من به صحبت می روم. انشالله که گذر کرده است. برای من دعا کن. میلش عزیزم برای خود. من فکر کردم که برای عذر پرسی آمدید. بخیر است؟ چه خیلی عذر. من دفتر رو فراموش کردم. تنها برای گرفتن اون آمدم. دامولا اکنون لطفاً مانند کودک رفتار نکنید. من مانند کودک رفتار دارم. رفتارهای کرده شما بس رفتارهای مکمل ها؟ چون به فایده تان باشد این خیلی میگویید. دامولا لطفاً بد رفتاری نکنید. خانم سلی نمیشنوم. عجبا با تلویزیون پرتویم. البته عیناً مانند فیلم هندی قدیما رمانتیکی بسیار رمانتیکی بشود. نوید سنگ در کجا باشد؟ ای در این باغ سنگ نیست؟ این سمی کجا شده باشد؟ من میگویم خاموشه شما باشید فشار میارید. من طاقت کردن نمیتوانم. فهمیدید؟ مرحمت خانم زهرا من حل کردم. شما دلتون رو خالی کنید گوش میکنم. رفتاری عجایبت مرا دیوانه میکند. عجیب؟ من عجیبم ها؟ یک بار به خودتون نگاه کنید. یا خدایا توبه. من چی عیب داشتم ها؟ انا همین خانم زهرا دوی ما همین خیلی هستید. شما هیچگاه خطا نمیکنید ها؟ شما مثل موسیقی بیگناه هستید. من خیلی نگفتم. من خیلی گفتم. تنها از روی خطای سمی شما مرا جزا داده ایستادید. دیگر به من نام سمی رو نگوید. فهمیدید؟ من وقتی نام وی رو شنوم دیوانه میشم. معلوم. از همین سبب رولت کوب کردید. هر کسی که او را زده باشد دستش درد رو نبینه. بیایید مونید. اگر شما نکرده باشید پس کی کرده است؟ من از کجا دادم کی زده است؟ برای همین گپ ها با اینجا اومدید. چی علاقه دارد دومولو؟ مرا دیوانه نکنید. شما موسیقی بیگناه هستید ها؟ من موسیقی نکنید. من آدم هستم. من تو رو نکردم. شما برای خدا میگید خدا خودم برای جزا داده ایستادید. وقتی خیلی قرار دادید مرا کمی فکر کردید؟ چی خیلی غمگین شدنی بابایم رو به بیمارخانه افتیدنش رو فکر کردید باره؟ این رو من نه. باید پیش از من شما فکر میکردید. شما رو چند مراتب آگاه کردم ها؟ دومولو به شما چند مراتب دیگر فهمونم ها؟ حادثه اون شب از اداره من تماما بیرون رخ داده است. دومولو زیا برای قانع کردن شما من باز چی کار کنم ها؟ التماس لطفاً اکنون انگشتری رو اندازید. من قرارم رو دادم. بهوده کوشش نکنید.
اینها جدا شدن. دومولوزیا انگشترین رو پرداخته است، اما نمیفهمم این آدم چرا دومولوی ساخته است. با زهرا ازدواج کرده صاحب مول میشود گویا. اوف، آخر چرا انگشترین رو پرداخت؟ اگر سمی فهمد زهرا و سمی از نو. نه آخر خطا فکر کردن نمیخواهم. از همه خوبش به بابایم خبر دهم، نباشد اینها جدا میشوند. یک دقیقه، این بسیار کلان است. اینش بسیار خورد است، به آنجا نمیرسد. بله، اینش میشود. شاید عشق ما باران است که به بالای ما شقر شقور باریده ایستاده است. این باغچه بزرگ و این سگی در دستم بوده. بابا جان برخیزید، نترسید، من میلیسم. چی شد؟ بابا جان زهرا با دومولوی زیاد جنگ کرده ایستادن، جدا شدن. چه؟ بابا جان دومولوی زیاد انگشترینش رو پرداخته است. زهرا بسیار غمگین است. در کجایند؟ در حجره دومولو. رفتیم، لباسم را بیار. مایلش زود بیار. رفتیم. انا بابا جان. پوشان، ما عائله کلان هستیم. رفتیم. بله بابا جان. خدا. بسم الله. زمین لرزه. خانم سلیم، انا آمدم. هیچ خواطر نباشید، شما رو میبخشم. ما با یک راه در آمدیم برای آیله داری. تو چی میگویی؟ دیوانه ای مگر؟ ببین چرا تیریزه رو شکستی؟ دیوانه شده ای تو؟ بله من دیوانه عشقی تو. کدی بیاید شما رو ببخشم. من هم به شما عاشقم. بیاید داخل. این خیلی ناممکن است، ناممکن. اصلا با این راضی نیستم. پدر جون یعنی در شدی که پدر جان در حجره دومولو نیسته است. زهرا با دومولو جنگ دارند، جدا میشن. چی؟ دومولوزیا واقعی اون شب شرفتان رو پس کرد، میدونم، اما چی؟ کار شده شد، برگرداندن نمیتوانه. متاسفانه. دومولوزیا از من چی میخواهید؟ من شما رو زوره زنم؟ تنها مرا دوست داشتن رو شنیدن میخواهم. شما رو التجا میکنم، لطفا مرا شرمنده نکنید. خانم گوش کنید، این خیلی نکنید. با من مانند آدم بی انصاف رفتار نکنید. شما بسیار شخص بی وجدان هستید. من بی وجدان کرده ایستادم؟ بله، آخر طاقتم طاق شده، عذاب کشیده ایستادم. دروغ زهرا، با آتش در داخلم بوده داد زده تو رو دوست میدارم گفتن میخواهم، اما داد زدن نمیتوانم، چون که برای داد زدن نفس کشیدنم لازم است. من باشم هنگامی به چشمان تو نظر کردن نفس کشیدن نمیتوانم. به چشمانم نگاه کردن نگفته ایستاده، درونم میسوزه. عذاب کشیدنم رو دیده اینقدر آروم ایستاده میتوانید؟ قلبم میسوزه. چه خیلی اینقدر بهیز شده میتوانید؟ من مگر عذاب نمیکشم، قلبم میسوزه. این کاری کردهتون بسیار ظالمی است. بس هستی؟ در اصل شما بس کنید. باز همون گپ ها را تکرار میکنی. نکرده ایستادم. بله عیناً همون کار را نکرده ایستادم گفتم. کرده ایستاده ای. چی کار کرده ایستادم؟ چی کار؟ مایلش از شما خلاص میشم. مایلش راحت کردید، از من خلاص میشوید. چرا گریه داری؟ تو دومولوزیا چرا نبیرم را میگیرانی؟ شنیده هایم راست است؟ در حقیقت شما جدا شدید؟
है